سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در دوشنبه بازار گراب زرمیخ سومسرا. امروز دوشنبه 19 شهریور ماه و ساعت حدود 10 صبح. دیروز ولاگ رانندگی از شهر سومسرا به گراب زرمیخ رو در کانال قرار دادیم و در ادامه ولاگ رانندگی ولاگ گردش در بازار گراب زرمیخ رو ضبط کردیم. این بازار در دو بخش مال فروشان که در اون گاو و گوساله به فروش میرسه و بخش دیگر سایر مایحتاج خانواده ها مثل میوه و سبزیجات برگزار میشه. ولاگ مال فروشان رو هم به زودی در کانال قرار خواهیم داد و اما امروز قصد داریم که در بازار محلی گراب زرمیخ که در میدان اصلی شهر برگزار میشه گشتی بزنیم. بازار دوشنبه در این شهر از صبح تا غروب برگزار میشه که محصولات محلی روستاییان تا ظهر و میوه و سبزیجات و سایر محصولات تا شب ادامه داره. شهر گراب زرمیخ جزء بخش میرزا کوچکخان شهرستان سومسراست که با شهر سومسرا حدود 13 کیلومتر و با مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت 40 کیلومتر فاصله داره. این شهر در همسایگی شهرهای فومن و ماسال هم قرار داره. از این شهر به عنوان پناهگاه میرزا کوچکخان جنگلی رهبر نهضت جنگل یاد میشه. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان شهر سومسرا علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و به پلیلیست شهر سومسرای کانال ما سری بزنید. لینک این پلیلیست در قسمت توضیحات در دسترس شما عزیزان قرار داره. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
Yapacağız. Ama YouTube. Ne? YouTube. YouTube. Ülke işi. وذاك لا تجارب Waar gaan we liggen? طيب بدي شو ودي تندرها بدي ها بروي مالي علي
تو نوی دمی چرا باید پولدارا بی پولا همه بخورن هم پولدارا هم بی پولا على حسب How was it? البته چی؟